خدایا، من دخترم را میخواهم. لطفاً دروازه را باز کن و مرا به داخل اجازه بده. خدایا، این مرد محافظ داره. دوستای عزیز ببینید از بدن مرد یک ایولا بیرون میشه. سلام، امیدوارم حالتان عالی باشه. امروز هم با کلی از ویدیوهای ترسناک در خدمتتان قرار دارم. امیدوارم که تا آخرین لحظات با ما همراه باشید. خب دیگه حرف کوتاه میکنم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتان نره. خیلی سریع بریم که از دیدن این ویدیوهای فوق العاده وحشتناک و عجیب و غریب یک جا با هم لذت ببریم. رفقا، این ویدیو توسط لورن در اینستاگرام به نشر رسیده. لحظات بسیار خوشایند این زوج را نشان میده که بعداً یک اتفاق بسیار عجیب و غریب رخ میده. دیدید؟ وای، درست در عقب این زوج یک شکل نشان میده با موهای بسیار بلند و عجیب و غریب. واقعا ترسناک است. بعداً مطمئنا زندگی این دو زوج کاملا خراب میشه. ویدیو شماره دوم. در این ویدیو دوستای عزیز یک شکل عجیب و غریب میبینید که وسط سرش شاخ داره. باقی چیزهای ندیده و نشنیده. چی میتونه باشه؟ به نظر میرسه واقعی باشه دوستای عزیز، اما شما میتونید نظر بدین در قسمت کامنت. نظریات خود را مشترک سازید. ویدیو شماره سوم. در این ویدیو دوستای عزیز یک نفر یک کامera را جدیداً خریداری کرده و بسیار علاقه داره از هر چیز فیلم بگیره، از فامیلش، از خودش. اما خدایا، دیدید؟ درست عقب پنجره. این مرد کوشش کرد که بعداً بفهمه واقعاً چی بود. میره پشت پنجره را میبینه، اما هیچ چیز نیست. با خود میگه خدای من چی ثبت کردم در کامره؟ آیا چی بود؟ واقعاً ترسناک بود دوستای عزیز. ویدیو شماره 4. اما این ویدیو دوستا به طرز عجیب ترسناک است. یک مرد کوتوله، حالا مرد گفته نمیتونیم چون هیچ شباهت به مرد نداره دوستای عزیز. میبینیم صورتش کاملا متفاوت از انسان است. دوستای عزیز، بارها من به ویدیوها هم گفتم که ما شما در دنیا تنها نیستیم. موجودات زیاده در دنیا زندگی میکنن که ما و شما به چشم سر نمیبینیم. اما ویدیو شماره 5 یک انسان نشان میده که حالا ما نمیفهمیم انسان است یا موجود فراتبعی، جن، روح، هویتش مشخص نیست، اما به نظر نمیرسه انسان باشه. فوق‌العاده ترسناک بود. ویدیو شماره 6. خدایا، این ویدیو واقعا مغز مرا دگرگون کرد. در یک جای کاملا پرت شده یک نفر نشان میده. البته نمیتونیم بگیم نفر است یا انسان است. صورتش کاملا سوخته، چشم نداره و صداهای عجیب و غریبی از چهار اطرافش شنیده میشه. پس مخفی شد. وای وای دوستا، ویدیو یکی از دیگری واقعا ترسناکتر و عجیب و غریبتر است. و اما این ویدیو دوستای عزیز از همه ویدیوها متفاوتتر و فوق‌العاده خطرناکتر هم میتونه باشه. دوستای عزیز، نیمه شب است و این خانم با این صورت عجیب و غریبش آماده در این خانه این مرد را میزنه و اجازه ورود در خانه میخواه. میگه من هستم، چی میخوایی؟ من دخترم را میخواهم. لطفاً دروازه را باز کن و مرا به داخل اجازه بده. خدایا.
این خانم اجازه ورود خواست، اما این پسر نه نگفت، ولی از دوستانش اجازه نخواست. البته رفت و از دوستانش خواست که به او کمک کنند. ویدیو شماره 8. یک نفر یک دکان لوازم اطفال باز میکنه و در دکانش عروسک‌های فریکی و عجیب و غریبی را به فروش میرسانه. یک روز میبینه در بین عروسک‌ها دوستای عزیز یک چیز کاملا مرموز دیده میشه. رفقا، مطمئنا این ویدیوهایی که به نشر میرسانم حقیقی هستند، هیچ فیکی در کار نیست. مطمئن باشید. ویدیو شماره 9. در این ویدیو در ابتدا کاملا همه چیز نرمال است دوستای عزیز، هیچ اتفاق عجیب و غریبی رخ نمیده، اما رفته رفته ببینید، دیدید؟ یک سایه عجیبی انسان در قسمت زینه ها با سرعت بسیار زیاد عبور کرد، در حالی که صدای پا هم شنیده میشه. وای وای وای. ویدیو شماره 10. دوستای عزیز، این ویدیو برای لحظات مغز مرا مصروف کرد. دوستای عزیز، واقعا عجیب است. این مرد توسط کامره‌اش طفل بسیار مرموزی را به ثبت میرسانه، اما با مجرد که با او میرسه دفعتاً ناپدید میشه. واقعا عجیب و غریب است. و شما دوستا نظریات خود را در قسمت کامنت به اشتراک بگذارید. آیا واقعی است یا اینکه فیک؟ این ویدیو در هاسپیتال و شفاخانه ثبت شده دوستای عزیز. ببینید چه یک لحظه عجیبی را ثبت کردن. این دو نفر کاملا ریلکس هستند و با هم صحبت میکنند، اما دفعتاً یک صحنه عجیب ثبت کامرا میشه. دیدید؟ یک نفر از او آخر دهلیز تیر شد. تا مرز سکه را رفتن دوستای عزیز. اینا واقعا ترسناک است. وای وای. شما چه فکر میکنید دوستای عزیز؟ به نظر خود کاملا واقعی بود. ویدیوی شماره 12. در این اتاق کاملا تاریک این نفر میره و که متوجه یک صحنه بسیار عجیب میشه. خدایا، حق چیزهایی ندیده و نشنیده. یک نفر نشان میده که دهنش باز است با یک شکل کاملا عجیب و غریب و ترسناک. کاملا شکل زامبی را به خود گرفته. ویدیو شماره 13. این ویدیو هم دوستای عزیز در هاسپیتال گرفته شده. چند تا از دکتر صاحبا با هم نشسته هستند و اختلاف میکنند تا اینکه یک ساعه کاملا فریکی و ترسناک ثبت کامرا میشه. اینا بیخیال قضیه هستند و خنده میکنند و با هم حال میکنند، ولی متوجه اصل موضوع نشدن. سایه کاملا عجیب و غریب و کلان است دوستای عزیز. No mames, pasó algo, te lo juro que pasó algo, بعداً این اتفاقات بسیار عجیب و غریب و نادر در این اتاق رخ میده. میز خود به خود تکان میخوره، لوازم میفته پایین. دیگه جای زندگی نیست واقعا شفاخانه. این دو نفر در اتاق کاملا تاریک با هم بازی میکنن که متوجه یک چیز کاملا مرموز میشن.
میرن ببینن واقعا چه چیزی بوده. دیدید؟ درست پیش رویشان. A small four-legged creature runs past in the background. The boys go after her and can film it up close. این پسرها بعدن رفتن ببینن که بفهمن واقعا چه چیزی بوده. وای خدایا، بسیار ترسناک است. Cadê? Não tá, doido? Que ele, doido? Cadê? Porra, foi essa? Sim, louco. دوستای عزیز، اگر از دیدن این ویدیو تا به حال لذت بردی، لطفاً این ویدیو را لایک کن و اگر کانال ما را سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. ممنون. 5 ثانیه وقتت را بیشتر نمیگیره، اما حمایت بزرگ میتونه از ما باشه. ادامه ویدیو را متوجه شیم دوستای عزیز. به نظر شما واقعی است یا فیک؟ ویدیو شماره 15. This person was apparently already experiencing cases of hauntings in their home. In the video, it is possible to notice something strange banging inside their closet. ¿Hay alguien ahí? این ¿Quieres نفر algo? متوجه بسیار چیزهای عجیب و غریبی در خانه شده، صداهای Until عجیب و suddenly the غریب door opens by میشنوه itself. تا ای که یک روز در حالی که نشسته است دروازه خود به خود باز میشه. Espérate, cálmate. The boy asked the creature questions until, unexpectedly, she sneaks in the closet door. ¿Hay alguien ahí? ¿Le podemos این ayudar? پسر با این ¿Necesitas کریچر algo? یا جن صحبت Dinos, میکنه dinos, تا اینکه متوجه asómate. بعضی حرکات عجیب و غریب از طرف جن میشه. دوستای The man عزیز، even خانم را looks for the ببینید، تا creature in the سرحد closet مرگ but can't find ترسیده. anything. Alúzame. Espera. No hay nada. No sé. What do you دوستای think عزیز، about با this دیدن این video? ویدیوها It's real مطمئن or هستم fake? شجاعت Leave شما your فوق opinion in the العاده comments. زیاد میشه. دیگه از این چیز نمیترسین. ویدیوی شماره On this 16. occasion, دوستای something عزیز، unexpected ویدیوی happened. آخری و A کاملا security camera متفاوت. caught a man walking calmly این down ویدیو the به street طرز at night. باور But نکردنی suddenly, عجیب و غریب another دوستای man عزیز. attacked him from ببینید behind and یک knocked him to نفر the ground. میخواه نفر دیگر را The victim is defenseless نابود کنه و until مورد suddenly حمله قرار میده. ببینید چی اتفاقی میفته. انگار این مرد محافظ داره. دوستای عزیز ببینید از بدن مرد یک ایولا بیرون میشه. a frightening نفری creature که projects itself from the این victim مرد on the مورد ground حمله قرار and like a داده guardian angel defends him and scares فرار the attacker میکنه. away from the scene. چاره و راه دیگه ای نداره دوستای عزیز. ببینید مثل فرشته نگهبان از این مرد I would محافظت not like to be an میکنه. enemy of this man. واقعا عجیب بود. خب رسیدیم به پایان ویدیو. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای حمایت ما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتان نره. مثل همیشه مواظب خودتان باشید. تا ویدیوی بعدی تک تک شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.